این پوینت رو نیاز داری. خب یا بریم رو جمع کنم. میای تو بخش اینونتوری. خب هر چند تا چیزی اضافه داشته میشه ازش پوینت یا سکه درست کنی. چجوری؟ اینطوری. خب این بخش رو میزنی. خب من الان 5 از اینا دارم، چون 4 تا بفروشم میشه 120 تا پوینت. نگاه. خب اینطوری که ببینید اینطوری میتونید پوینت جمع کنید. راهکار خیلی خوبی. و این بخش نه، این بخش هم میتونی. حتی این بخش هم همین تو بخش کفشا. خب بریم بخش شراله هم همینطور. بخش لباس هم میتونی ازش پوینت درست کنی.